توی این ویدیو میخوایم با همدیگه دکمه نوزادی رو پانچ کنیم. از دستگاه پانچ استفاده میکنیم و قالب مخصوصش. این قالب 4 تا تیکه داره که روی همدیگه باید پانچ بشن. چون قالب ریزی هست دقیقاً باید قطعات روی همدیگه پانچ بشن. شما میتونید اول تست کنید، اگر که یک مقدار جابجا بود و کامل روی هم پانچ نمیشد، با این زایده‌ای که در این قسمت هست دقیق تنظیم کنید که این دو قسمت دکمه روی همدیگه کامل قرار بگیره. اول از همه این قطعه رو توی قسمت پایین قرار میدم و این قطعه رو توی قسمت بالا. پارچه را قرار میدم و پانچ میکنم. پس یک طرف دکمه به این صورت قرار میگیره. برای قسمت دوم این قسمت پایین میذارم و این تیکه رو ببینید به این حالت، به صورتی که این تیکش به سمت بالا باشه قرار میدم توی قالب و نقطه مقابل همون دکمه قبلی اینو پانچ میکنم و به همین راحتی دکمه نوزادی ما پانچ میشه و به این صورت بسته میشه.